بیشتر از 400 نفری که در بیمارخانه شهری باختر و کولاب در کرانتین بودند رخصت شدند. اینها مهاجرانی هستند که 5 روز در فرودگاه ژوکوفسکی شهر مسکو درمانده بودند. شب 25 مارس با یک پرواز ویژه 419 نفری آنها را به فرودگاه کولاب آوردند. طی همین روز 23 روز می شود که ما در همین جاییم. از شهر مسکو فرودگاه ژوکوفسکی ما آنجا 4-5 روز در کافل خواب بودیم. هزار رحمت میگوییم که جایگاه تازه و آزاده، آبی گرم، 3 وقت خوراکی گرم ما را تامین نمودند. نه 3 بار آقا دادتون، نه از رحمت. ما گشنه نماندیم، تشنه نماندیم، نغز نگاه کردیتون. همون به همیش به رحمت. مقامات گفتند در هیچ کدام از اینها نشانه بیماری کووید 19 آشکار نشده است. هنگام معاینه آنها، نظارت آنها و یا در بین آنها علامت‌های حرارت بلندی، علامت‌های زکام مانند دیده نمی‌شد. از ریاست تندرستی ولایت ختلان گفتند که در جنوب تاجیکستان چند بیمارخانه را برای کرانتین آماده کردند. یک قسم دختران بیمارخانه به نام بوری واحدوی شهر باختر که نزدیک 300 نفر از مهاجران اینجا بودند به بیمارخانه دیگر تقسیم شده برای کرانتین خالی است. در انبار بیمارخانه از طرف وزارت تندرستی لباس‌های محافظتی به قدر امکان، داروهاری‌ها به قدر امکان ذخیره کرده شده است و آماده است که قبول کنند. حالا حدود 100 نفر از کارمندان این بیمارخانه که مهاجران را نگاهبین می‌کردند در کرانتین 1 هفته اینه قرار دارند. از 1 فوریه سال جاری تا 16 اپریل در ختلان 672 نفر به کرانتین فرا گرفته شدند که در میان آنها شهروندان ازبکستان و افغانستان و چین نیز بودند. در تاجیکستان رسما سرایت کرونا ویروس را تصدیق نکردند. مقامات مرگ بحث برانگیز چند شهروند را که برخی ها آن را به سرایت از ویروس نو ربط دادند رد کرده وفات آنها را از بیماری التهاب شش و پنومونیا گفتند.